سلام، شما صدای باریش سسی رو میشنوید. امروز قراره با هم به قلب تاریخ سفر کنیم، به زمانی که از دل طوفان آتشی شعله‌ور شد. میریم سراغ داستان قارامحمد و تولد امپراتوری قدرتمند قرقیونلوها در تبریز. یه لحظه تصور کنید، دورانی که آتش شمشیر تیمورلنگ شهرها رو یکی یکی تبدیل به خاکستر میکرد. پادشاهی‌ها انگار داشتن مثل برگ درخت میریختن. درست در همین هیاهو از دل قبیله‌های ترکمن مردی بلند شد که می‌خواست جلوی این طوفان بایسته. بیاین ببینیم داستان از چه قراره. طوفان تیموری همه جا رو گرفته بود و خب تو این هرج و مرج یه خلأ قدرت وحشتناک به وجود اومده بود. انگار همه منتظر یه رهبر جدید بودن، یکی که بتونه از همین خاکسترها یه قدرت تازه بسازه. و اون رهبر کسی نبود جز قارامحمد، بنیانگذار امپراتوری قرقیونلو. امپراتوری که جالبه بدونید قلمروش از تبریز تا موصل کشیده شد و مسیر تاریخ منطقه رو برای همیشه عوض کرد. اما خب این قدرت یهویی از کجا اومد؟ اصلا قارامحمد کی بود؟ برای اینکه بفهمیم باید برگردیم به ریشه ها، به هویت قبیله‌ای که این رهبر از اون بیرون اومد. ببینید، قارامحمد از طایفه بهارلو بود. این طایفه خودش یه شاخه از قبیله خیلی قدیمی یویوا از ترکمانان اوغوز به حساب میاد. خانواده‌اش هم اون موقع که مغول‌ها حمله کرده بودن توی نواحی موصل و دیاربکر ساکن شده بودن. پس می‌بینید که این ریشه‌ها چقدر عمیق و محکمه. همین هم شد پایه قدرتش. حالا میرسیم به یه نکته فوق‌العاده جالب. کلمه قارا. خیلی‌ها فکر می‌کنن معنیش سیاهه، اما اصلاً اینطور نیست. توی فرهنگ ترکی قارا نماد قدرت، بزرگی و شکوهه. پس قرقیونلو یعنی صاحبان گوسفندان با شکوه، نه گوسفندان سیاه. این نکته کلیدیه برای فهمیدن هویت واقعی اونها. و همین مرد با همین اسم پرشکوه سرنوشت یه شهر خیلی بزرگ رو برای همیشه تغییر داد. شهری که قرار بود قلب تپنده یه امپراتوری جدید بشه، تبریز. خب چطوری این اتفاق افتاد؟ داستان اینه که دولت جلایری‌ها به هم ریخته بود و حسابی آشفته بود. قارامحمد هم که منتظر فرصت بود از این خلاء قدرت استفاده کرد. قبایل ترکمن رو با هم متحد کرد و توی یه حرکت برق‌آسار حدود سال 1389 میلادی تبریز رو گرفت و پایتخت خودش اعلام کرد. از اون روز به بعد پرچم قرقیونلوها رفت بالای آسمون آذربایجان. این فقط گرفتن یه شهر نبود، خیلی بزرگتر از این حرفا بود. این یعنی تولد یه هویت جدید، یه نماد تازه از استقلال ترکان. اما خب همیشه یه اما وجود داره، نه؟ ظهور یه قدرت جدید، اونم انقدر سریع نمیتونست از چشم فاتح بزرگ شرق یعنی تیمورلنگ دور بمونه. رویاروی این دو نفر دیگه اجتناب ناپذیر بود. صحنه رو تصور کنید. یه طرف قارامحمده، یه قدرت نوظهور که برای استقلال می‌جنگه. اون طرف تیموره، یه امپراتور فاتح با یه ارتش عظیم که مثل سیل همه چیز رو نابود میکنه. واقعاً نبرد نابرابری بود، نبردی که سرنوشت کل منطقه بهش گره خورده بود. و خب نتیجه نبرد قابل پیشبینی بود. قارامحمد شکست خورد و اسیر شد. اما اینجاست که روح شکست ناپذیرش رو نشون میده. میگن وقتی تیمور اون رو توی زنجیر دید، قارامحمد با غرور بهش گفت میتونی دستای من رو ببندی اما اراده قبیلم رو هرگز. اینجا نقطه‌ایه که داستان از زندگی یه نفر فراتر میره. سرنوشت شخصی قارامحمد شاید اینجا تموم شده باشه، اما اون میراثی که ساخته بود تازه داشت نفس کشیدن رو شروع میکرد. بله، قارامحمد در سال 1390 میلادی توی یه نبرد دیگه کشته شد. این پایان زندگی بنیانگذار بود، اما به هیچ وجه پایان داستان قرقیونلوها نبود. و این نکته حیاتیه. میراثش رو پسرش قارایوسف ادامه داد. همون کسی که دوباره تبریز رو پس گرفت و پرچم پدرش رو با افتخار بلند کرد و امپراتوری رو به اوج قدرتش رسوند. حالا بیایید ببینیم این میراث چطوری تا همین امروز زنده مونده. از طریق نمادهایی که هنوز هم اگه خوب نگاه کنیم میتونیم ببینیمشون. اگه گذرتون به آذربایجان و تبریز افتاد، حتما یه سر به مسجد کبود و حیات موزه آذربایجان بزنید. اونجا 10 سنگ قبر به شکل قوچ میبینید که محکم ایستادن. این قوچ‌ها فقط سنگ نیستن، نماد قدرت و دلاوری هن.
یادگار همون جنگجوهایین که برای قرقویونلوها شمشیر زدن. اینها تاریخ زنده هستند، درست جلوی چشم ما. میدونید تاریخ همیشه اسم فاتحای بزرگو به یاد میاره، اما اسم بنیانگذارها رو کمتر. قار محمد رهبری بود که از دل یه قبیله امپراتوری ساخت. داستانش به همه ما یه چیز مهم رو یادآوری میکنه. قدرت واقعی از خاک به دست نمیاد، بلکه از ریشه ها رشد میکنه. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی رو به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسینیز.